یه تغییر خیلی مهم قراره تا چند روز دیگه تو فرایند گرفتن وقت ویزامتریک برای لگال مدارک یا همون تایید و تصدیق مدارک اتفاق بیفته که میتونه هم جنبه‌های خوب داشته باشه، هم جنبه‌های بد و منفی. من توی این ویدیو راجع به این تغییر مهم باهاتون کامل صحبت میکنم و از خوبی‌ها و بدیاش میگم و اینکه بعد از این تغییر چجوری میشه نوبت ویزامتریک گرفت. پس تا آخر این ویدیو همراه هم باشید. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علیرضا هستم. به یه ویدیو دیگه از این کانال خیلی خوش اومدید. از اونجایی که استقبال شما از اون ویدیویی که من اوایل کانال گرفتم راجع به ویزامتریک بود خیلی زیاد بود، متوجه شدم که خیلی از بچه‌ها تو فرایند وقت ویزامتریک و لگال مدارک هستن یا به این موضوع علاقه دارن. برای همین به نظرم این خبری که امروز اومدم براتون میتونه خیلی مهم باشه. دقیقاً همین امروز که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم یه خبر خیلی مهم رو سایت ویزامتریک اومد که قرار سیستم نوبت‌دهی وقت ویزامتریک برای لگال مدارک کاملا تغییر کنه. اول اطلاعیه رو با هم دیگه ببینیم که داره چی میگه. توی این اطلاعیه گفته که از تاریخ 25 آبان 402 یعنی 2 روز دیگه 16 نوامبر قرار سیستم نوبت‌دهی ویزامتریک برای وقت لگال مدارک تغییر کنه و بره زیر نظر سفارت. قرار یه سیستم صفی درست بشه، یعنی طبق یه صفی شما ثبت نام می‌کنید، به ترتیب بهتون نوبت ویزامتریک برای لگال مدارک میدن. این فرایند دقیقاً مثل وقت ویزای شینگن قرار بشه. چند ماه پیش توی مرداد ماه هم برای ویزای شینگن این تغییر انجام شد. شما بعد از داخل سایت سفارت نوبت بگیرید، بعد طبق تاریخی که شما ثبت نام کردید بهتون نوبت برای مصاحبه ویزای شینگن میدن. دقیقاً قرار همین اتفاق هم برای وقت لگال مدارک بیفته. شما بعد داخل سایت سفارت ثبت نام کنید، بر حسب اینکه توی چه تاریخی ثبت نام کردید بهتون وقت لگال مدارک میدن. این فرایند قبلا چجوری کار میکرد؟ شما بعد اول یه پولی واریز میکردید، بعد از داخل خود سایت ویزامتریک اگر توی اون لحظه تاریخی باز بود تاریخ و ساعت رو انتخاب میکردید و توی اون تاریخ برای لگال مدارک مراجعه میکردید. ولی الان همه چیز تغییر کرده. سیستم قبلی سری ضعفا داشت، اینکه خود سایت ویزامتریک خیلی شلوغ میشد، بعضی وقتا کلا این سایت میخوابید، مثلا موقعی که تاریخی باز میشد، و اینکه داخل سایت ویزامتریک کلی دلال، کلی آدم نشسته بودن که نوبت‌ها رو بگیرن و به بچه‌ها بفروشن. ولی سیستم جدید قراره این قضیه ها رو حل کنه. حالا چه جوری؟ تو سیستم نوبت‌دهی جدید شما باید داخل سایت سفارت یه فرم انتظاری رو پر کنید. شما اگر این فرم پر کنید و براشون بفرستید، توی یه لیست و یه صفی قرار میگیرید که بر حسب تاریخ پر کردن اون فرم هستش. ویزامتریک هم بر حسب اینکه شما تو چه تاریخی ثبت نام کردید از همون صف دونه دونه بچه‌ها رو برمی‌داره، افراد رو برمی‌داره و بهشون وقت لگال مدارک میده بر حسب تاریخی که ثبت نام کردن داخل سایت سفارت. حالا خوبی‌ها و بدیهای این فرآیند چیه؟ بچه‌ها خوبیای این قضیه اینه که به نظر من دست دلال و اون افرادی که پشت پرده بودن و میشستن وقت میگرفتن به شما میفروختن توی این سیستم جدید قراره کوتاه بشه و خیلی سخت‌تر میتونن دلال وارد این قضیه بشه. مخصوصا اینکه سایت سفارت خیلی از ویزامتریک امن‌تره، خیلی فرآیند گرفتن وقت توش سخت‌تره و سخت‌تر هم میشه داخلش ربات نوشت که بیاد به جای افراد عادی وقت بگیره. برای همین از این لحاظ به نظرم جنبه‌های خوب داره، ولی جنبه‌های منفی زیادی هم داره. اگر که تا اینجای ویدیو رو دیدید و دوست داشتید حتما همین الان از اون پایین لایکش کنید. این لایک شما برای من خیلی مهمه، به من خیلی کمک میکنه. اگرم که اولین باره به واسطه این ویدیو داخل این کانال اومدید، خوشحال میشم که اینجا سابسکرایب کنید و با این کارتون از من حمایت کنید. بزرگترین جنبه منفیش اینه که مطمئناً توی روزا، هفته‌ها و ماه‌های اول به شدت قرار این سیستم شلوغ باشه. مثلا کسی که باید تا یه ماه آینده حتما وقت بگیره و مدارکش رو لگال کنه ممکن داخل این صف قرار بگیره و مثلا 5 ماه 6 ماه آینده بهش نوبت برسه. برای همین به شدت روزا و ماه‌های اول قرار شلوغ باشه. پس حتما به محض اینکه این سیستم باز شد، اگر کار شما خیلی بعد سریع انجام شد و خیلی فورس بود، سعی کنید همون روزای اول حتما داخل سایت سفارت برای لگال مدارک نوبت بگیرید. درسته این سیستم صف انتظار خیلی جا خوب عمل میکنه، ولی این شلوغی روزای اول و ماه‌های اول برای خیلی از بچه‌ها میتونه اذیت کننده باشه. ولی حس میکنم که شاید تا ماه‌ها یا مثلا تا 1 سال آینده کم کم این صف‌ها خلوت‌تر بشه، چون هر کسی بر حسب اینکه تو چه تاریخی میخواد مدارکش رو لگال کنه میره داخل سایت سفارت و وقت میگیره. برای همین یواش یواش خلوت‌تر میشه، ولی تو ماه‌های اول به شدت شلوغه، به شدت بهتون شاید دیر وقت برسه. برای خیلی از بچه‌ها سوال میشه که وقتای قبلی که گرفتیم قراره چی بشه؟
اگر شما قبل از این تاریخ، قبل از تاریخ 16 نوامبر وقتی گرفتید، اون وقت شما به قوت خودش باقیه. یعنی تو همون تاریخی که شما وقت گرفتید میتونید برای لگال مدارک مراجعه کنید. ولی اگر قبل از این 16 نوامبر شما پولی واریز کردید، حتما باید از 16 نوامبر بعد با همین سیستم جدید نوبت بگیرید و سیستم قبلی کلا قراره قطع بشه. همونجوری که قبلا گفتم و شما تو اطلاعیه دیدید، این تغییرات قراره از 25 آبان یعنی فردای روزی که من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم یا همون 16 نوامبر عملیاتی بشه و شما از سیستم جدید سفارت وقت ویزامتریک برای لگال مدارک بگیرید. پس تاریخ شروع این تغییرات فرداست یا همون 16 نوامبر. این خبر تغییر سیستم نوبت‌دهی ویزامتریک به نظر من خبر خیلی مهمی بود، جا داشت که این ویدیو رو براش ضبط کنم. من قبلا از تجربه خودم راجع به روز لگال مدارک داخل ویزامتریک و همچنین مصاحبه سفارت 2 تا ویدیو ضبط کردم، براتون این بغل میاد. حتما مسیر خودتون رو با دیدن این ویدیوها ادامه بدید. امیدوارم که روزای خوبی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.